با توجه و دستگیری‌های خردمندانه پیشوای معظم ملت президенти کشور محترم امامعلی رحمان امروز نقش زنان در روند دولتداری، اشتراک فعالانه آنها در نظام اداره‌کنی، تامین صلح و ثبات، ارزش‌های ملی و تربیت نسل سازنده نظر است. بینندگان عزیز، حالا مرحبا رمضانزاده وابسته به این موضوع مستقیما با ما در گفتگو هستند. مرحبا. تشکر همکاران عزیز. زیر سیاست عاقلانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز زنان در ساحه‌های خواجگی خلق مملکت کار و فعالیت دارند و کار و فعالیتشان خیلی نظر است. بینندگان ارجمند، این لحظه وابسته به این موضوع هم صحبت ما هستند رئیس جمعیت دهات استقلال ناحیه جیهون نعیم و گلجهان. امروز مقام زن در جامعه خیلی بلند است و توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان نسبت کار و فعالیت آنها البته جدی است و واقعا هم مطلق و کامل است. میخواهم حالا در این باره صحبت داشته باشیم. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان امروز در جامعه نقش زنان را از همه جهت بلند برداشته است و دستگیری می نماید و دستگیری های به واسطه جناب عالی است که نقش زن در همه خواجگی های خلق مملکت خیلی نظر است می باشد. امروز زن مادر معلم است، زن طبیب است، تربیتگر نسل نورس است و پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان پیوسته تاکید می سازند که جامعه ما به کار و فعالیت زنان و سهم آنها نیاز دارد. ما امروز با دستگیری های پیوسته محترم پیشوای معظم ملت کوشش می نماییم که در تربیت نسل نورس، نسل آینده ساز ملت کوشش های زیاد نماییم و سهم ارزنده خود را گذاریم که نسل ما وقتی که تربیت خوب می گیرد آینده وطن درخشان می شود، آینده ملت و ما کوشش می نماییم که همچون زن، همچون مادر، همچون رهبر برای آینده ملت چی خدمتی که از دستمون آید میکنیم. باعث افتخار است که امروز نسل نورس ما در تمام جهان در المپیادهای بین المللی فعالانه اشتراک می نمایند و نام وطن عزیزمون را در عرصه جهانی بلند می بردارند. این همه زحمت های شبانه روزی زن مادر است و به همین خاطر ما زنها مادرها کوشش میکنیم که از این هم زیادتر نسل نورس رو تربیت خوب نماییم تا وطن عزیز ما، ملت ما دائما با نسل ما افتخار نماید. حالا میخوام وابسته به فرهنگ بیگانه پرستی که میان برخی از زنان وجود دارد صحبت داشته باشیم. عاید فرهنگ بیگانه پرستی چنین گفتنی هم که هر یکی ما بانوان رو میسازد اولا در عائله، در کارخانه، در جامعه برای پیشگیری از فرهنگ بیگانه پرستی سهم داشته باشیم. میان جامعه همه وقت کوشش کنیم که این فرهنگ بیگانه رو از بین بریم و به واسطه ترغیب و تشویق فرهنگ خویش رو زنده نگاه داریم. اما جاویدانه نگاه داشتن فرهنگ و تمدن ملت تاجیک از هر یکی ما وابستگی کلان دارد. باوری داریم که هر یک بانوی تاجیک فرهنگ ملت را پس می دارد و همیشه برای ترغیب و تشویق آن کوشش ها می نماید. بله، واقعا هم هر یک ما زنان را می سازد که برای پس داشتن فرهنگ ملی کوشش ها کنیم، پیگیر باشیم، ترغیب و تشویق کنیم تا این فرهنگ پا برجا باشد، تا این فرهنگ تکمیل یابد و گسترش یابد. در عرصه بین المللی هنوز آشنا که هست باز هم آشناتر گردد. خیلی که به همه ما معلوم است پرزیدنت کشور ما محترم امامعلی رحمان فرهنگ ملی امان را در عرصه جهانی معرفی نمود و امروز ما زنها کوشش می نماییم که همیشه فرهنگ ملی خود را قدر نماییم و کوشش نماییم که فرهنگ ملت تاجیک پابرجا و جاویدانه باشد. باعث قید است بار دیگر که زیر دستگیری های پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان زنان و بانوان در تمام خواجگی خلق مملکت کار و فعالیت میکنند، زحمت میکشند و البته کوشش می نمایند که
در همه ساحه فعال باشند. حالا میخوام در این باره صحبت نمایم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در یکی از واخوری‌های خود با زنان فعال و ایجادکار کشور صحبت نموده تاکید داشتند که دولتی که نسبت به مادر که سرچشمه حیات بقای نسل انسانی بپروا باشند آینده خود را از دست می‌دهند. خوشبختانه از آغاز صاحب استقلالی کشور به تلاش و کوشش‌های سرور دولت یکی از وظیفه‌های اولین درجه حکومت کشور این بلند برداشتن حقوق زن و مقام او در جامعه می باشد و ما زنها از این احترام محترم جناب عالی بسیار روح بلند شده و در کدام جاده که کار فعالیت نکنیم کوشش می نماییم که بهر آبادی وطن بهر سرسبزی دیار خود چی خدمتی که از دستمون آید صافدلانه میکنیم و همیشه در خدمت خلق وطنیم. حالا میخواهم اطراف زنان فعالی که ترغیبگر و تشویقگر لباس‌های ملی هم در جمهوری و هم بیرون از کشور هستند صحبت داشته باشیم. لباس ملی این یک نشان بلند فرهنگ ملت است و ما زنهای راهبر کارگر زنهای فعال معرفگر این هستیم. وقتی که ما خود این لباس رو به بر میکنیم هم در کار هم در کوچه هم در همه حالت ما این لباس ملی رو به بر کنیم این یک درس عبرت برای همگان می شود و تمام مردم کدام قشری نباشند زنها کوشش میکنن پیروی ما باشند و آنها هم حتما البته لباس ملی رو به بر میکنن و فرهنگ ملت در اینجا بلند بودن فرهنگ ملی ما نمایان می شود با وجود می آید. به وجود می آید. بله. باعث افتخار است که امروز زن مادر تاجیک با عنوان ما دختران ما در تمام دنیا هم کار فعالیت میکنند و هم دانشجو هستند و آنها وقتی که ما خیلی که میدانیم از شبکه‌های اینترنتی و آینه نیلگون میبینیم لباس‌های ملی خودمان رو به بر میکنن و مثال اطلس و ادرس و چکن ما از این به حد افتخار داریم که زن مادر تاجیک در خارج با لباس ملی و معرفگر فرهنگ ما هستند و همچنین ما زنان همیشه از زن مادر تاجیک بودنمون افتخار میکنیم. واقعا هم باعث افتخار است که امروز زن مادر تاجیک لباس ملی رو یعنی لباس ملی تاجیک رو از قبیل اطلس، ادرس، چکن، گلدوزی در عرصه بین المللی معرفی میکند و معرفگر ملت تاجیک است در خارج کشور. بینندگان ارجمند هم صحبت ما بودند. نعیم و گلجهان رئیس جماعت دهات استقلال ناحیه جیهان.